دوستان عزیز، باری دیگر صبح زیبا، صبح عطرآگین بهاری را به هر یک شما مبارک و شاد باش میگوییم و باید یادآور شویم که ما هر صبح کوشش می نماییم در برنامه خود یک مهمان دعوت کنیم و اطراف دستاوردهایش، اطراف موفقیت‌هایش، اطراف ایجادیاتش به شما آشنا سازیم، معرفی نماییم و باید قید نمود که به ما هر صبح وقت امکانیت به ما دست نمیدهد که ما از خارج کشور مهمان دعوت کنیم و امروز خرسندانه در برنامه ما یکی از ستاره تابناک جهانی، یک بانویی که با سروده هایش، با همون چهره جذابش در قلب هر یکی ما و شما جای گرفته است، محو گرفته است. خانم زیبا آریان سعید تشریف آوردند. شما را به دوشنبه به تاجیکستان آفتابی و گلبدامان خوش آمدید میگوییم. سلامت باشین بیژن جان عزیز. سلام برای شما، سلام برای تمام مردم عزیز و دوست داشتنی تاجیکستان و صبح همگی بخیر. تشکر. اینجا میبینیم که خیلی زیبا هستید، بالیدرو هستید و فضای دوشنبه چگونه است؟ بسیار دوست داشتنی. ما واقعا فضای دوشنبه را، مردم دوشنبه را و این استقبال گرمی که از ما به عمل آوردن واقعا هیچگاه نخواد فراموش کردم. واقعا بسیار دوست داشتم تاجیکستان دوشنبه را و امیر رقم که تعریف های شما را از راه دور شنیده بودم، همگیش دیدم و تجربه کردم و لذت بردم. بسیار زیاد تشکر از مردم تاجیکستان. سلامت باشید. و نخست سفرتون است به تاجیکستان؟ دقیقاً نخست سفرم است. اولین بار است که با یگام صنعتکاران تاجیک همکاری دارید؟ ما یک کنسرت مشترک با شبنم جان سوریا داشتم در کشور کانادا، شهر تورنتو، که کنسرت منیجر خودم، مدیر کاری خودم گرفته بود و تقریبا ما 3-4 هزار زن در کنسرت داشتیم. بله. و یک کار مشترک نه بلکه یک برنامه بسیار خرد با صدرالدین جان داشتم. بله. در افغانستان. فقط همین. خب زنده باشید. و چه خیلی که میدونیم ما در کنسرت شما در عرفه یک جشن بزرگ، جشن نوروز عجم، نوروز بین الملل راست آمده ایستاده است و انا همین کنسرتی که در دوشنبه با یک شکوه و شهامت بلند شما گذرانیدید، چه خیلی بود؟ استقبال هوادارانتون چه خیلی بود؟ فوق العاده. واقعا ما نمیفهم چطور سپاس تشکری بکنم از تمام علاقمندا. البته هموطنای خود ما هم در کنسرت بودن، ولی دوستای تاجیک ما بسیار زیاد از ما حمایت کردن. باور کنین که تا جایی که من شنیدم شاید هیچ هنرمند نباشه که تیکتای کنسرتش پیش از کنسرت، چند روز پیش، همش به فروش برسه و مردم اینقدر استقبال بکنن. واقعا بسیار بر ما محبت کردن، بسیار لطف کردن و ما با خاطرات بسیار خوش پس طرف خانه میرم و اینقدر مرا محبت دادن که من حس میکنم که من باید دوباره اینجا بیایم. البته. و شما که با مقصد یک گذرانیدن کنسرتی با شکوه اینجا تشریف آوردید، باز یکم نقشه دیگر دارید در تاجیکستان یا که نه؟ مثل که گفتم اینقدر محبت که از اینجا گرفتم، ولی احساس میکنم که من باید دوباره بیایم و این بار اگر آمدم کنسرت ما باید 10 چند بزرگتر باشه. خب تشکر زیاد. و اینجا مخلصان شما بسیار میخواهند که انا همون آهنگی که در قلب هر یکی ما نهفته هست و در زبان ما همیشه زمزمه میکنند، آهنگ با نام با نمک، انا همون رو یک چند مصرعش رو زمزمه میکردید، بسیار خوش میشدیم. حتما مرحمت. گر بگوید دل بده جانم فدایش میکنم، گر بماند در کنارم جان صدایش میکنم، دوست دارم با محبت با سوارانش کنم، بعد از آن هرچی بخواهد دل به فرمانش کنم، آنقدر دوستش بدارم سخت حیرانش کنم، آنقدر دوستش بدارم سخت حیرانش کنم، آن که برده دلکم کم کمکی، کاش باشد ببرم یک دمکی، چقدر با نمکی.
تشکر زیاد بگذار. آواز زیبایتان همیشه انا همین در گوش مردم صدا دید و زنده باشد و تا قله‌های بلندی ایجاد صنعت برسد. سلامت باشین. بیژن جان بسیار تشکر از لطف محبتتان. بهت خوش شدم که همراه شما بودم، همراه بزرگترین تلویزیون تاجیکستان فکر میکنم جای افتخار است و من یک بار دیگه تشکر و سپاس میکنم از محبت تمام مردم تاجیکستان، از استقبالشان، از مهمان نوازیشان که واقعا بی‌نظیر است. چون یک سراینده مشهور که در جهان جای خود را الکی یافته اید، همگان میشناسند، دوست میدارند، اعتراف میکنند، حرمت میکنند. در کودکی انا همین عشق سرایندگی در قلب شما بود یا که یگام نفر از عائلتون سراینده هست؟ از سوال خوب. از فامیل ما کسی سراینده نیست. بیژن جان، من در یک برنامه بودم در افغانستان، از ما گوینده سوال کرد، گفت که در خانه‌تان کدام کس دیگه هم آواز میخوانه؟ یعنی ما گفتم از یک خانه یک دیوانه کافی است. در فامیل ما دیگه کس نمیخوانه. منتها من علاقه‌مندی به موسیقی از طفولیت داشتم و زمانی که 4-5 ساله بودم مادرم برام قسم میکرد، خدا ببخششان رحمتشون کنه، وقتی که خانه میمان میامده مادرم از من خواهش میکرد که من بیت بخوانم. باز من بیت میخواندم برای میمانا که ساعتشان تیر شود. باز اون عشق و محبت موسیقی از کودکی در قلب شما در بود. قلب ما بود و بالاخره کلان کشیدم، تصمیم گرفتم که آواز خوان شم. نامزاد هستم، رقمی که میبینین و نامزاد ما مدیر کاری ما و یا منیجر ما هست که تقریبا 10 سال کارای مدیریت مرا و منیجمنت مرا به عهده داشت و بالاخره 3 سال پیش فکر میکنم از ما تقاضای ازدواج کرد و چون یک دوست بسیار خوبم بود و بسیار شناخت داشتیم با هم دیگر، ما هم پذیرفتیم و نامزاد شدیم و هنوز ازدواج نکردیم، عروسی نکردیم به خاطر که مشکلات کرونا پیش شد و به تعویق افتاد. ولی اگر همه چیز بخیر بگذره سال آینده شاید عروسی کنیم. و ما که اینجا در عرفه جشن نوروز قرار داریم، با مخلصان خود، با هواداران خود، با مردم تاجیکستان چی تمنیاتی نیک دارید؟ ما یک سال پر از خوشی و محبت و سعادت برای همه مردم تاجیکستان آرزو میکنم و واقعا بسیار خوشحال هستم از اینکه تاجیکستان نام خدا بسیار زود پیشرفت کرده از هر نگاه. کشور زیبا، مقبول، مردم زحمتکش، مردم با فرهنگ، با کلتور، موسیقی دوست، موسیقی شنو، و از هر نگاه هر قدر تعریف بکنم هنوز کم است. ما تمنای نیک برای همگیشان میکنم و آرزو دارم که تاجیکستان همیشه همینطور بدرخشه. تشکری زیاد. نوروز شما هم مبارک باشد. تشکر. و ما از در انا همین ایجادیات شما در کار و فعالیتتون موفقیت همیشه آرزومندیم. همیشه آرزومندی آن هستیم که بگذار به انا همین خیلی که تاکید نمودیم به قله‌های بلندی صنعت باز برسید و همیشه انا همین هواداران خود، مخلصان خود را با انا همین سرودای جذاب خود شاد نمایید. سلامت باشین. تشکر از لطف محبتتان. تشکری زیاد. دوستان عزیز، اینجا رسیدیم به انجام صحبت و باید یادآور شویم که مهمان ما بودن یکی از سراینده های مشهور، یکی از سراینده که عاشقانه می سراید و در قلب هر یکی ما جای دارد، آریانا سعید. بخش های دیگری ما ادامه دارد، ما را همراه باشید.